اللهم نور قلوبنا بالقرآن. اللهم زين أخلاقنا بزينة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم ارزقنا شفاعة القرآن. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالقرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اخذل الكفار والمنافقين بالقرآن. اللهم اشف مرضانا بالقرآن. اللهم ارحم موتنا بالقرآن. اللهم ارحم موتنا بالقرآن. اللهم ارزقنا توفيق طاعة بالقرآن. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام بالقرآن. اللهم تقبل صلاتنا بالقرآن. اللهم تقبل تلاوتنا بالقرآن. اللهم تقبل صيامنا بالقرآن. اللهم تقبل صيامنا بالقرآن. اللهم استجب دعاءنا بالقرآن. اللهم اجعل من المصلين بالقرآن. اللهم اجعل من المتقين بالقرآن. يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنيا ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء يا رب العالمين. اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان، اللهم كما أكرمتنا ببلوغ رمضان أكرمنا ببلوغ تمامه وحسن العمل وقبول إتق من النيران. اللهم إنا نسألك حسن الصيام وحسن القيام، ولا تجعلنا من الخاسرين في رمضان. اللهم اجعل رب ريان والكوثر شرابنا، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا. اللهم اجعل سعينا في رمضان مشكورا، وذنبنا فيه مغفورا، وعملا فيه متقبلا يا رب العالمين. الهی توی پادشاه همه، ز رحمت ببخشای گناه همه، چشم دارم به درگاه تو، همه چون گدا بر دریشاه تو. خداوندا دانا و بینا تویی، همه ناتوان و توانا تویی. تویی خالقی قادری ذوالجلال،
تو هستی کریم و توی لایزال، توی رازقی جمله کل شی، بسازی ممات و بسازی تو حی، توی به عیب و به نمونه، توی به چونه توی، تو هستی سمیع و تو هستی بصیر، تو هستی علیم و تو هستی خبیر، توی بی ثبات و توی بی نظیر، تو هستی على كل شيء قدیر. تو پروردگاری همه انس و جان، تو روزی رسان و تو روزستان، بموی سفید و بروی سیاه، تو آمرزگاری و من پر گناه، نکردم نماز و ندادم زکات، به این بندگی است و خواهم نجات، نه ذکر و صلات و نه حج و صیام، درود و رکوع و سجود و خیام، تمامی ریایی نمودم نماز، تو هم به نیازی و هم کار و ساز، به دنیا نیامد ز من کار خوب، بجز فعل زشت و بغیر از ذنوب. الهی دل ده که جای تو باشد، لسانه که در وی ثنای تو باشد، الهی بده همتی آنچنانم که سعیم وصول لقای تو باشد، الهی چنانم کن که از عشق خود مست، که خواب و خورم از برای تو باشد، الهی عطا کن به فکرم تو نوری، که محصول فکرم دعای تو باشد، الهی عطا کن مرا گوش و قلبی، که آن گوش و قلب از برای تو باشد، الهی عطا کن بر این بنده چشمی، که بیناییش از ضیای تو باشد، الهی چنانم کن از فضل و رحمت، که دایم سرم هوای تو باشد، الهی مرا حفظ کن از محالک، که هر کاری کردم رضای تو باشد، الهی ندانم چه بخشی کسی را، که همه عشق و هم گدای تو باشد، الهی ندانم چه بخشی کسی را، که هم عاشق و هم گدای تو باشد، الهی بر این بنده خود دل ده، که مستغنی از مسوای تو باشد، که مستغنی از ماسوای تو باشد، الهی به بنده عطا کن بیانی، که نطقش کلید عطای تو باشد، الهی چنان کن که این عبد مسکین برای تو خواهد و برای تو باشد، یا رب العالمین، یا رب العالمین، برحمتك یا ارحم الراحمین.